درود بر شما، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به پارت جدید تحلیل هفته جدیدمون. امروز سه‌شنبه 23 بهمن و 11 فوریه 2025 هستیم. یه نگاهی داشته باشیم به بازار اون طلای جهانی، ببینیم که چه اتفاقی افتاده. قیمت اون طلای جهانی بالاترین قیمتی که ثبت کرده تا الان روی عدد 2943 دلار هست حدوداً، حالا یک کوچولو بالا و پایین، و ببینیم که این رفتار سعودی میتونه ادامه داشته باشه. بالاخره اون طلای جهانی 3000 دلار رو ببینه و در کل چه موقعیت‌های معاملاتی برای امروز وجود خواهد داشت و در مورد نکات تکنیکالش هم صحبت خواهیم کرد. خب ببینید، ما همونطور که هفته‌های قبل صحبت کردیم یه ساختار سعودی برای اون طلای جهانی وجود داره، یه موج سعودی به وجود اومده تو تایم فریم روزانه، تو تایم فریم هفتگی هم که کاملا یه ساختار سعودی داریم. ولی در حال حاضر با تغییر ساختارهایی که من تو تایم فریم های پایین‌تر دارم می‌بینم و موقعیت‌های معاملاتی که تو تایم فریم های پایین‌تر شکل گرفته، ما وارد فاز اصلاح تایم فریم روزانه شدیم. میتونیم بگیم که برای موج مینورش ما یک فاز اصلاح به این شکل عملاً داره برامون اتفاق میفته که 50% اصلاح رو داده بهمون. حالا میتونه پایین‌تر بیاد، 70% 80% اصلاح بهمون بده و بعد از اون سناریوی اولمون رو دنبال می‌کنیم. یعنی شما در حال حاضر توی تایم فریم روزانه و پایین تر تو فاز اصلاح تایم فریم روزانه قرار دارید و به نظرم دیگه موقعیت های معاملاتی سل خیلی قشنگ نیست که بخوایم بریم سراغشون و بهتره که بذارین اصلاح اتفاق بیفته، دنبال موقعیت های خرید بگردین. یعنی حتی اگر قرار باشه که ساختار تایم فریم روزانه هم بچرخه، ما انتظار یه واکنش سعودی رو داریم بالاخره. یعنی انتظار داریم که یه تلاش هایی برای ساختار سعودی شکل بگیره و بعد اون ساختار سعودی اگر نتونه ادامه پیدا بکنه، ما میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که رفتار نزولی ادامه پیدا بکنه و بعدش بریم رو سناریوهای نزولی و رفتارهای نزولی و ساختارهای نزولی برای تایم فریم روزانه. پس در حال حاضر ما میدونیم که تو فاز اصلاح تایم فریم روزانه قرار داریم. از نظر تایم فریم روزانه اورد بلاکی که میتونه پایان این فاز اصلاح باشه، از نظر خود ساختار تایم فریم روزانه این اورد بلاک هست، ولی سطوح و لول های دیگه ای هم وجود داره که میتونه پایان این فاز اصلاح باشه. خیلی از بچه‌هایی که اسمارت مانی کار میکنن، ارز تقاضا کار میکنن، فکر میکنن 100% باید قیمت بیاد به این محدوده برسه، این محدوده رو تاچ بکنه و بعد رفتار رو سعودیش رو مثلا بخواد ادامه بده یا یه واکنش سعودی داشته باشه، یا اینکه نه، این رفتار نزولی تا رسیدن به این محدوده تقاضا همیشه ادامه داره. نه، به این شکل نیست. اگر دیدگاه‌های این شکلی می‌خواید در نظر بگیرید، درسته که میتونید ریسک به ریواردهای بالا داشته باشین، ولی طبیعتاً استاپ های زیادی هم میخورید. امکان داره که مثلا پوزیشن های شما تا ریوارد های 3 4 5 6 هم بیاد، ولی بعد برگرده استاپتون رو بزنه، چون که انتظار داشتید یه ریوارد مثلا بالای 10 بگیرید ازش، ولی این اتفاق نیفتاد. پس لول ها و سطوح مختلف دیگه ای هم وجود داره که میتونه پایان فاز اصلاح باشه. من صرفا این تقاضا رو برای خودم مشخص کردم که بگم اگر قیمت بیاد برسه توی این منطقه ناحیه پرپتانسیل تریه برای اینکه من بخوام رفتار سعودی رو روش دنبال بکنم. برای این مشخصش کردم که فقط بدونم کجا برام نقطه ورود کم ریسک تری وجود داره، کجا میتونم ریسک بیشتری بکنم روی پوزیشن ها. اوکی؟ ولی در حالت کلی ما تابع مارکتیم، هر طرفی که بازار بره ما هم با اون قراره که حرکت بکنیم. در حال حاضر از نظر تایم فریم 4 ساعته قیمت به صورت مینور یک ساختار رو بریک کرده، از فاز سعودی کاملا خارج شده. طبیعتا میتونه بعد از این بریک یه سری رفتارهای سعودی داشته باشه و بعدش مجددا رفتار نزولی داشته باشه. میتونه هم این کف رو فیک بریک بکنه و کلا رفتار سعودی داشته باشه. چون فعلا از ساختار سعودی خارج شده برای ما، دیگه دنبال این نیستیم که پوزیشن های خریدش رو بگیریم. یعنی دنبال این نیستیم که بخوایم این رفتار سعودی رو دنبال بکنیم در حال حاضر. اوکی؟ هرچند که اگر تغییر ساختارهای یک ساعته برامون اتفاق بیفته، میریم برای اینکه بخوایم این رفتار سعودی و سناریوی سعودی رو دنبال بکنیم. چرا؟ چون اون موقع پایان فاز اصلاح تایم فریم روزانه رو در نظر میگیریم و میریم روی سناریوهای سعودیشی. ولی در حال حاضر این رفتار سعودی که تو تایم فریم 4 ساعته اگر اتفاق بیفته بعد از این بریک،
یه رفتار اصلاحی خواهد بود برای تایم فیلم 4 ساعته و پر ریسکه که شما بخواید رفتار صعودی احتمالی رو معامله بکنید. حالا اگر تاییدیه داشتین میتونید یه ریسکی روش داشته باشید، ولی اینکه بخواید یه سری مثلا لول ها رو مشخص بکنید، به فرض بیاید این FVG که اینجا وجود داره رو مشخص بکنید، 50% رو علامت بزنید و بخواید روش پندینگ بذارید، انتظار رفتار صعودی داشته باشید، انتظار فاز اصلاح 4 ساعته داشته باشید، این حرکت درستی نیست، پر ریسکه. پس من با تاییدیه تایم فیلم پایینتر میتونم انتظار اینو داشته باشم که یه فاز اصلاح 4 ساعته اتفاق بیفته برای این موج نزولی که این سوینگ هایش میشه و سوینگ لوش هنوز مشخص نیست. یعنی من هنوز نمیتونم بگم که چرخشی داره شکل میگیره. اگر گام حرکتی صعودی اتفاق افتاد بر اساس ضعف هایی که احتمال داره رخ بده، یعنی بذارید اصلاح 50% داشته باشید، اگر مجددا ضعف در ادامه رفتار صعودی دیدین میتونید با تاییدیه رفتار نزولی و اصلاح تایم فیلم روزانه رو همچنان دنبال بکنید. یه کوچولو مارکت گنگه، یعنی نه برای پوزیشن های سل در حال حاضر موقعیت های مناسبی وجود داره، موقعیت های کم ریسکی وجود داره. چرا؟ چون قیمت یه اصلاح 50% رو برای ساختار صعودی روزانش داشته. یعنی از اینجا به بعدش پوزیشن های سل رو دنبال کردن خیلی برام معتبر نیست، خیلی ریسک خوبی نداره، ریسکش بالاست عملا. بهترین روش برای اینکه شما بخوای پوزیشن های سل داشته باشی این که بذاری یه اصلاحی اتفاق بیفته، یه اصلاح 4 ساعت 1 ساعت اتفاق بیفته، یه ذره قیمت برگرده بالا، اون موقع ارزش داره که من یه بازه حرکتی سل دیگر رو بخوام در نظر بگیرم به جهت اینکه ساختار کل 4 ساعتم بچرخه و یه اصلاح عمیق‌تری تو تایم فیلم روزانم بخواد اتفاق بیفته. اما یادتون نره که پوزیشن های سل میشه فاز اصلاحی تایم فیلم روزانه و فازهای اصلاحی هم طبق توضیحاتی که تو ویدیوهای قبلی بهتون دادم فازهای حرکتی پر ریسکی هستن. بهترین راه حل برای ما چیه؟ بهترین راه حل اینه که صبر بکنید، تاییدیه های پوزیشن خرید تو تایم 1 ساعته ببینید. یعنی اگر که قیمت تو تایم فریم 1 ساعته ستاپ های خرید بهم بده، من میتونم حالا هم با بریک هاش هم با اصلاح هایی که بعدش بهم میده انتظار رفتار صعودی رو داشته باشم. حالا این رفتار صعودی میتونه از همین جاها اتفاق بیفته، میتونه بیاد قیمت این شکلی بیاد قیمت یه رفتار نزولی عمیق‌تری داشته باشه، بعدش این رفتار صعودی که ارزشمندترم هست برام بخواد رخ بده و بخوام دنبالش بکنم. اگر دنبال اینید که همین محدوده های فعلی پوزیشن سل باز بکنید، باید بدونید که ریسک پریوارد خیلی مناسبی شاید نداشته باشین. درسته که احتمال داره قیمت بیاد اصلا یه ریزشی داشته باشه، بیاد این کف تایم فیلم روزانه رو بزنه، ولی در حال حاضر این سناریوها برامون یک کوچولو خیلی ریسکش بالاست و نمیتونیم در نظرش بگیریم. سناریوی معتبر برامون همون سناریوی ادامه ساختار روزانه، یعنی یه اصلاح روزانه اتفاق افتاده، حالا میتونه یک کوچولو پایین‌تر بیاد، ولی در کل انتظار سیکل‌های حرکتی صعودی رو تو سناریوهای اولمون در حال حاضر داریم. فعلا موقعیت ورود سل رو دارین، یعنی تو تایم فریم 1 ساعت ساختار چرخی داشتین، منظورمه ببینید یه اصلاحی اتفاق افتاده، رفتار صعودی ساختار قبلیش رو نتونسته ادامه بده، قیمت چرخیده، پله پله اومده و کاملا چنج آف کاراکتر تایم فریم 1 ساعته برام مشخصه. گفتم اگر دنبال پوزیشن های سل هستید بذارید این اصلاح اتفاق بیفته. ببینید الان عملا یه اصلاح میتونیم بگیم 1 ساعته 4 ساعته میتونه اتفاق بیفته. دقیق ترش اینه که یه اصلاح 1 ساعته برای این موج نزولی داره اتفاق میفته، این گام حرکتی نزولی که اینجا اتفاق افتاده یه اصلاحی داره برای این موج رخ میده. اگر این کندل به همین شکل بسته بشه و برام تایید بشه که اینجا یک سوینگ لو وجود داره، میتونید اون موقع صبر بکنید توی این فازهای اصلاحی که داره اتفاق میفته. حالا برید با تاییدیه تایم پایینتر یا صرفا مثلا با استفاده از لول های بهینه شده به فرض اورد بلاکش رو اینجا در نظر بگیرید و انتظار داشته باشید که این رفتار نزولی همچنان ادامه پیدا بکنه. ولی تو تایم فریم های پایینتر هم اگر ساختارتون نزولی باشه میتونید ریسک بکنید همچنان رو پوزیشن های سلش. ببینید توی همین موج تایم فریم 1 ساعته شما از نظر تایم فریم 15 دقیقه هنوز موج آخر تایم 15 دقیقه براتون یک ساختار نزولی رو داره. یعنی شما در حال حاضر میتونید بگید من حتی توی فاز اصلاح تایم فریم 15 دقیقه قرار دارم، هنوز ساختار 15 دقیقه نچرخیده که من بگم وارد فاز اصلاح تایم فریم 1 ساعت هم شدم. پس قیمت میتونه حتی از همین مناطق هم رفتار نزولی داشته باشه. اما اگر تو تایم فریم 15 دقیقه قیمت
بیاد به این شکل حرکت بکنه، به فرض بیاد یه واکنش نزولی هم از همین جاها داشته باشه، نتونه رفتار نزولیش رو ادامه بده. ببین در حال حاضر تصمیم گیری که من میتونم تو تایم فریم 15 دقیقه داشته باشم اینه که بیام روی این محدوده ها سل بزنم. حالا میتونم یه ذره بهینه ترش بکنم، ولی با توجه به اینکه پشتش کلی نقدینگی دارم، یعنی ریسکش زیاده اینجاها بخوام سل بزنم، بهتره بذارم قیمت بچرخه تو تایم 15 دقیقه بیاد بالاتر که این نقدینگی‌ها رو مصرف بکنه، یه اصلاح عمیق 1 ساعته بهم بده، بعد بخوام رفتار نزولیشو دنبال بکنم. پس اگر که میخواید اینجاها پوزیشن سل بزنید توی این موج گام حرکتی نزولی 15 دقیقه، حواستون باشه که ریسکتون خیلی بالاست. میتونید این کار رو بکنید، میتونید همینجاها وارد پوزیشن سل بشید، ولی ریسکتون خیلی بالاست. اما اگر که میخواین رو پوزیشن های خریدش کار بکنید و میخواین این فاز اصلاح صعودی که احتمال داره اتفاق بیفته رو دنبال بکنید، باید صبر بکنید که قیمت تو تایم فریم 15 دقیقه بچرخه، یعنی یه ساختار مینوری بچرخه تو تایم فریم 15 دقیقه صعودی بشه. اون موقع میتونید فاز اصلاح 1 ساعته رو معامله بکنید که میگم پر ریسکه، یعنی فازهای اصلاحی رو معامله کردن پر ریسکه. یه بار دیگه تاکید میکنم چه زمانی میریم سراغ پوزیشن های خریدش؟ زمانی که تو تایم فریم 1 ساعته برای من یه تغییر ساختاری اتفاق بیفته. ببینید ما موقعیت ورود پوزیشن های سلمون با بریک این کف 1 ساعته شکل گرفت. یعنی شما هم میتونستید با بریک این کف 1 ساعته هم تو اصلاح هایی که اینجا داده بخواید یه گام حرکتی نزولی رو دنبال بکنید. حتی میتونستید شکل گرفتن اون سوینگ لو پایین، سوینگ های پایین تر تو تایم فریم 1 ساعته رو اینجا تشخیص بدید که بریک ضعیف 15 دقیقه اتفاق میفته. قیمت وقتی که میاد این کف رو برام بریک میکنه، یعنی سقف پایین تری به نسبت سقف قبلی از نظر تایم فریم 1 ساعته شکل گرفته و من حالا میتونستم بعد از این بریک یا با همین بریک تو فاز اصلاحش یا با خود همین بریک بخوام رفتار نزولی رو دنبال بکنم، یا اینکه بذارم کف 1 ساعته بریک بشه تو فازهای اصلاحیش اینجا بخوام تو 15 دقیقه رفتار نزولی رو دنبال بکنم. اما در حال حاضر موقعیت فروش خیلی مناسبی برام وجود نداره چون سیکل حرکتی نزولی اتفاق افتاده. به نظر من کم ریسک ترین حالت اینه که برای پوزیشن سلتون بذارید یه اصلاح 1 ساعته اتفاق بیفته، یعنی ساختار 15 دقیقتون صعودی بشه، یه اصلاح 1 ساعته اتفاق بیفته، حداقل بذارید یه اصلاح 50% رو برای این موج نزولی داشته باشین. یعنی قیمت بیاد، اگر پایان این موج رو همین جاها بخوایم در نظر بگیریم، قیمت بیاد حداقل تا $2905 بیاد بالاتر، به 50% رو رد بکنه، حالا 60%، 70%، 80% اصلاح داشته باشه، بعدش میتونید به رو پوزیشن های سلتون کار بکنید. ولی اگر که میخواین خیلی معتبرتر وارد بشید، بذارید اصلا رفتارهای نزولی اتفاق بیفته، یا اینکه صبر بکنید کاملا زمانی که ساختار 1 ساعتتون از نظر مینوری چرخید، اون موقع برین رو ادامه ساختار صعودی تایم فریم 1 ساعتتون کار بکنید. من در حال حاضر پوزیشن های سل باز دارم روش، احتمال داره که بخوام توی این فاز اصلاح اضاف هم بکنم، با توجه به اینکه ریسک این رو میپذیرم که اصلاح تایم فریم روزانه‌ام یه اصلاح 50% اتفاق افتاده. من ریسک میکنم برای اینکه اصلاح رو میتونم حالا برای خودم یه اصلاح عمیق تری در نظر بگیرم، روی این سناریو کار میکنم و اگر تغییر ساختاری اتفاق افتاد هم که رو رفتارهای صعودیش و ادامه رفتار صعودیش کار میکنم. این تصمیم گیریه که من انجام میدم و امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه. اگر که نظرتون رو برام بنویسید ممنون میشم. ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و تو کانال تلگرام هم حتما باشید. سعی میکنم که اونجاها اگر آپدیتی لازم بود براتون اونجا توضیحات اضافه تر رو بدم. ارادت دارم، موفق باشید.